حالتون چطوره؟ خوش اومدید به یه ویدیو جدید دیگه. این گیم سال 2020 غوغا بخواد. یا اول فرد من هیچ ایده ای ندارم که این گیم چجوری بوده و چجوریه، چون هیچی ازش ندیدم واقعا. یا اول فرد فقط میدونم داستان گیم که از توی فضا با سفینمون سقوط میکنیم و میافتیم وسط اقیانوس. تموم شد و رفت. هیچ چی دیگه من این بازی نمیدونم واقعا. F8 ریپورت باگ، نه ریپورت باگ دمتونم گرم. یا قرآن مجید خاموش شد دیگه. آقا این از این تموم شد الان. این چیه؟ این تبلت هم دیده بودم. من یه چند تا عکس فقط در این بازی دیدم. اوکی دم دیگه. آقا کلا داره میگه که برو بگرد چند تا وسیله پیدا کن، ریفیل کن، اینجا رو درست کن، سفینه تو زنده بمون. یه چند تا اینجا بیسیک متریال داریم: تیتانیوم اینگات، سیلیکون رابر و گلس و بلیچ که نمیدونم این واسه چیه و چه به دردی میخوره. ولی خب مثل اینکه یه سری وسیله داره. یکم رفتم درباره متریالای اولیه بازی متن خوندم که اصلا بازی دستم به چجوریه. توی اقیانوس‌ها یه چیزایی هست که میتونیم با این بریم اسکنش کنیم و بگیریم. مثلا چجوری میاد بیرون؟ اوکی با تپ میاد بیرون. یا ابد الان ما داریم دنبال متریال دیگه. اینجوری هم که معلومه هیچی نداره. میره بیرون. برو بیرون قربون شد. یو خدا. بچه آجی بذار ببینم گرافیک بازی رو میشه زیادش کرد. چقدر تغییر کرد. آقا بریم سراغ ببینیم مثلا ماشروم. بازی چه حالی میده این بازی. مایه رو میشه گرفت؟ گرفتمش. مایه گرفتم. این چیه؟ سنگه. بزنیم بشونیم. تیتانیوم. آقا دمش کم اولین تیتانیوممون رو پیدا کردیم. یا ویرانم این چیه؟ یا خدا آجی فرار کن. اکسیژن. اوکی دم تنگ. باجی این چیه؟ باجی این بازی فکر کنم یه 5-6 پارتی بشه. بریم ببینیم این چیه. این پرتت میکنه عقب. چه باحال نکن. متریال واکنیم ببینیم. ماهی داریم. این ماهی ها داریم. اینجا یه ماهی داریم، یه تیتانیوم داریم. این هم که نمیدونم چیه. با این میشه تیتانیوم درست کرد. آقا اصلا این داخل چیزی داریم. این که فابریکیتور چیه؟ آجی اینجا یه حالت کرافت تیبل ماینکرافت بود. اینجا هم داره. این چیه؟ کوکت ماهی. رو مثل ماهیش نمیدونم چیه. اما متریال سویجا بدیم 4 تا تیتانیوم بهمون میده. بده تیتانیوم رو ببینم. این چیه؟ این بهمون مدکیت میده. ببینم. آره الان 81 خب الان شد 101. ماهی هم میشه خورد. آره خوردم. حاجی آب غذا پایین نشون میده. فکر کنم اکسیژن اینا رو بشه زیاد کرد اگه اشتباه نکنم. بریم ببینیم آقا چی اصلا باید بسازیم. یکی این که اصلا چی باید بسازیم. مهمترین چیزامون میدونم تولزامونه که تولزامون رو باید بسازیم. باتری میخواد، تیتانیوم هم که داریم، اسکنر چیز خیلی مهمیه تو این بازی. تو اسکن میکنی وسیله درست میکنی برای خودت. آقا این باتری میخواد، این سیلیکون رابر میخواد. ببینیم. ریپیر تول فکر کنم اینا رو میشه درست کرد. آره نکن الان دمیج مثلا رابیدمون دمیج شده است. یا مثلا این سکندری سیستمونه. باید ریپیر تول داشته باشیم. پایینش رو یوز ریپیر تول. اوکی. ما الان
چیز مهمی که باید درست کنیم که ریپیر توله. سولفور نمیدونم از کجا باید بیارم. اینا هنوز واجی خیلی کار داریم. اکسیژن میشه درست کرد واجی. الان استاندارد تانک اکسیژن، یه استاندارد تانک بزنیم. اوه واجی اکسیژنمون شد 75. لیتس گو. این چیه؟ میره بالا. برو ببینیم. یا ابل فضل العباس. آجی شروع شد. بریم دیگه. چه شیرجه‌ای هم زد. آقا ما اینجا رو چرا انقدر دیر لود میکنم؟ ما اینجا رو یکم بگردیم. اینا چی هم؟ ماشروم که خوردنی نبود تا اونجایی که من میدونم. بگیم یا خدا. میشه گرفت اینا. اوکی. آقا اون کاپر اورا هم باید داخل سنگ پیدا کنیم. یه سری سنگا بود که شکوندمش اول بازی. باید اونا این چیه؟ آقا اینا رو هم باید اسکن کنیم. اسکن باید سنگ. این چیه؟ کوپرو پیدا کردم. اوکی آقا بریم ببینم باتری میتونم بسازم واسه اسکنره. الان چی میتونیم بسازیم؟ اینا که هیچ، اینا رو فعلا نیاز نداریم. اسکنر باتری میخواد. باتری هم چی میخواد؟ من یاد نمی‌کنم مغزه. ماشروم، 2 تا ماشروم میخواد. بریم ماشروم پره های اونجا. نه ماشروم زیاده. 1 2 تا. اینم نمیخوام دیگه زیاده. هر ما خواستیم میام پایین. بیا اول تو چقدر باس داره بازی. من نمیدونم بازی باس داره نداره. باتری بده بیاد دایی جان. الان ما برای ساخته این اسکنره همه چیشو داریم. کنم اینجا اکویپمنت تولز. اینم اسکنر. به قول تیمسار بزن بر قبل شادانه. الان با اینجا رو میشه اسکن کرد. چجوریه؟ اسکن کن دیگه. سلف اسکن داره. افو بزن ببینیم. اون تو نشون میده میگه الان نورمالی. اوکی. بریم ببینیم. این نمیشه گرفت. من میترسم از اینجور چیزا. خب اسکنر ساختیم. الان ریپیر تول میخوایم. نمیدونم اینا چیان. اینا رو باید اسکن کنی. تیکاشون رو میری اسکن میکنی، جمع میکنی، برات آنلاک میشه. بریم ببینیم قضیه از چه قراره دایی. الان باید اون باکسا پیدا کنم. اون باکسایی که توش وسیله بود. فکر کنم باید برم اون اسکنش کنم. کجا بود؟ الان من چی پیدا کردم؟ الان من این کوارتز پیدا کردم، یه تیتانیوم پیدا کردم، یه سولفور. با یه سولفوره چی نمیشه ساخت؟ دید بزنم. های اکسیژن تانک. این چیزاییه. فیبر میخوام. فیبر چجوری درست میشه؟ تیتانیوم فیبر رو نزده. یا خدا. راستی با این میشه سرعت رفت. برو. اینا چیه؟ یا ابل حاجی این چیه؟ اومد دنبالمون. نه منو کشت. اسکنشون هم بکنیم ببینیم که به چه دردمون میخوره. اینه این چیز زرده که میخواستیم. کلش شد. این چیه؟ این هم میشه اسکن کرد؟ آره بگی همه رو بگی. همه رو بگی. آجی بریم که اینجا بد سمه. شت. الان ما از اون افتادیم. نه نمیتونیم بریم سمتش. نمیدونم واقعیه میشه رفت یا نمیشه رفت. من بعد این پارت میرم بازم میشینم میخونم درباره این بازی که اصلا چجوریه و چیکار باید بکنیم و اینا. ولی خب میدونم متریالای اصلیش همون تولزاشه. چقدر جا میگیره. این تولز بعدی که میخوایم سیلیکون رابر میخواد که سیلیکون رابر هم اگر اشتباه نکنم اصلا میخواد. میتونیم اینجا سیلیکون رابر بساز ببینیم دایی جان. بساز که الان میشه ساخت. ریپیر تول. سیلیکون همه چیشو داریم دیگه. اینجا بود تو قسمت تولز. ریپیر تول
بده دایی جان، بده قربون شکلت. اینم ریپیر تول. آها اینم بده، اینم بده. درست شد. الان اوه داره ریپیر میکنه، داره ریپیر میکنه. آه سیستم آنلاین شد. بزن اش کنیم دایی جان. این چیه؟ آها رادیو بزن بازش. باز پس این چیه؟ داکر تیتانیوم هم میتونیم درست کنیم، وسیله‌اشو داریم. بده تیتانیومو. 4 تا تیتانیوم، 2 تا هم اینجا سیلیکون میده. الان چیز بعدی که میخوایم درست کنیم بعد از این داشمون این چیه؟ فلش لایت نیازم نمیشه. نایف، سروایوال نایف. بذار حالا ما این نایف رو درست کنیم. نایف هم چون میدونم مهمترین چیزا 10 بار گفتم، مهمترین چیزا همین تولزاه. اوکی. اوه شوقو رو ببین آقا. ما توی سیاره افتادیم به نام 4546 بی. اسم سیاره است 4546 بی. اوکی ما بریم یکم ماهی بگیریم عشق کنیم. بیا اینجا، بریم یکم اینجا رو بگردیم، بسلفیم، متریال جمع کنیم. بیایم. صدایی داره میاد، چه موزیکی داره. موزیک اینا چی هم؟ بده من بخورم. نمیشه؟ اوه غار باجی توی این غاره اون سنگا پیدا میشه. اون سنگا میتونیم نداره اینجا. یکی آینا. یا خدا یا اول پس از اینا. آخر زد. اینا سولفور بده. کوارتز هم بده. اینو اسکنش رو ببینیم چیه. میگردیم با خوبه. بگردیم ماجی همون سنگا پیدا. این سنگه اینجا بود. چه کنم چی داد بهمون؟ تیتانیوم داد. تیتانیوم دوشت. اوکی بریم ببینیم برای ساختن وسیله بعدیمون که چیه؟ بریم یه چند تا اسکن کنیم، وسیله جدید بگیریم. من فقط فعلا میرم دنبال اسکن دیگه. آجی من باید بگردم اون وسیله‌هایی تو آب پیدا کنم، چون میدونم یه سری وسیله هست تو آب که اسکنشون کنیم شاید هم الکی باشه. بیا دیگه میخوام حالا اسکنت کنم. اوزیل نمیخوام بخورمت که. اوه این باکسا. خدا برو بی ادب. حاجی من نزدیک اینا میشم انگار فوش خوار مادر میدم. این چیه؟ یه چیز جدید. این چیه؟ اینم همونه که واو یه چیز جدید پیدا کرد. بلوپرینت جدید. باشه بریم ببینیم چیه بلوپرینت جدیدمون. تو تبلتمون فکر کنم نشون بده. ولی خب بذار بریم یه جای سیف. الان ما هر کاری بخوایم بکنیم به باتری نیاز داریم دیگه. کاپر رو نداریم. ای بابا بذار ببینم چی داد بهمون. این بود آجی. این سرعتمون رو زیر آب زیاد میکنه. یه تیتانیوم میخواد که 100 داریم ما فکر کنم اینجا. یه تیتانیوم. خب دیگه چی میخواد؟ یه تیتانیوم، یه دونه لوبریکات. اونایی که گفتم به درد نمیخوره. ای این داد بهمون. اوکی یه چی میخواد؟ کجا بود؟ اینا یه دونه باتری میخواد با یه دونه کاپر وایر چیه؟ ببینم من تو لاکر کاپر داریم. کاپر اور آره یه دونه داریم. 2 تا کاپر اور میخواد. ای اشک مثل آیرون ماینکرافت میمونه. واقعا خیلی مهمه. سنگ کاپر اور یکی. بزن بر تبل شادانه. یکی دیگه جان مادرت بده. کاپر من خدام درستش بکنیم و بزن بر تبل شادانه. الله ای بابا یه سگ ماشروم میخوایم. یکی 2 تا. باتری منو بده. باتری جان
آقا یه باتری داریم، یه دونه چیزم میخوایم. اینا چی بود؟ کجا رفت این؟ آها یه دونه دیگه میخوام. آقا یکی دیگه هم چقدر زیاده. کاپرور تموم شد. من بازی رو تموم کردم. بریم بسازیمش که دایی جان من نوکرتم. الان میتونم اونو بسازم واقعا یا نه؟ بعد مثلا یه سری کار دیگه هم انجام بدم. بذار ببینم. آها لای بودو با چیز توی لاکر دارم. لای بودو میشه ساخت. میتونم بسازم آجی. الان ساختم. چیکار میکنه؟ اوه چراغ داره. واه آجی چقدر سرعتمو مپ داره. چقدر سرعتمو زیاد کرد. ببین راحت الان میتونیم بریم وسایل دیگه هم پیدا کنیم بسازیم. اوه مای گاد این چی نداره که. این چیه؟ اوه آجی ما اینجا سقوط کردیم. همه تیکه تیکه شده رسلای سخینم. نهید ما رو بخوره. کجایی دایی جان؟ اکسیژن. نه وای آقا ما این رادیو رو بزنیم ببین. جان؟ This is Lifepod 3, uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency key guide, so we're going to the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. Signal location uploaded to PDA. ریدیشن سویت ترکید حاجی. یه چیز جدیدم بهمون داد. فیبر میخواد و لید فکر کنم داشته باشم. ببینم اینو بسازیم و این پارتو تمومش کنیم. فیبر آها 2 تا اونم ای اشک. بریم 2 تا اونو بیاریم. لید چجوری درست میشد؟ لید داریم؟ بذار من برم بالای دید بزنم اگه لید داریم که این پارت درستش بکنیم. ولی اگه لید نداریم که بمونه برای پارت بعد. لیدم داریم. اوکی بریم درستش بکنیم. اینجا بودم اون علفا. 2 تا گرفتم. اوکی ببینم دارم اصلاشو. اوکی بده فیبرو بده. 2 تا فیبر میخوایم. بریم اون یکی هم بگیریم بیام. بده به من این ایشه. اوکی گرفتم چی شد دایی جان؟ ببین ما این سویت رو درست بکنیم و خسته شدم. سویتر درست کردم. آره پوشیدم. هم بهم هلمت داد، هم بهم دستکش داد، هم بهم اون داد. اوکی دمتون گرم. مرسی اینکه این ویدیو رو نگاه کردید. یه بازی واقعا خفن با گرافیک خیلی خفن و یه دنیای بزرگ. یعنی فکر نکنم هر چقدر بریم تموم بشه این دنیا و فکر میکنم باید بریم داخل این سفینه یه سری کارمارا انجام بدیم که بیان دنبالمون یا حالا همچین چیزایی. حالا نمیدونم بازیش دقیقاً چجوری تموم میشه. میرم یه سری مطلب دربارش میخونم که چیکارا باید انجام بدیم، کجا باید بریم، چه چیزایی درست بکنیم این بازی تمومش کنیم. مرسی اینکه این بازی زیبا و خفن و نشستید با من موها رو نگاه کردید. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی
ماچ به کلتون. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. اگه دوست دارید ادامه این ویدیو رو برم و بازی رو تمام کنم حتما کامنت رو